دارید احتیاج و صورتی هم دارید. خالص نمیتونید سلوک خود تنها بکنید، حتما باید یه همدلی داشته باشید. در اوقات خستگی با هم دیگه ملاقات کنن، از قرآن بکنن با هم دیگه، یا شعرها رو با هم دیگه معنا کنن، یا نهج البلاغه رو با هم معنا کنن، یا از خدا بگن، یا از احوالات و عرفا و بزرگا و اهل یقین و صدیقین براش تعریف کنیم. او برای این تعریف میکنه، این برای این تعریف میکنه، این نشاط میده. و اما اگر سوالی که رفیق نداشته باشه خسته میشه. کسی انسان رو بیابانی رو میخواد طی کنه، درسته، بیابان هم طی میشه. اما اگر انسان با یه رفیق همدل صحبت کنه، این بیابان طولانی با آسانی طی میشه، تو خوشی طی میشه. اما اگر انسان با تنها طی کنه، ولی خسته میشه، کسل میشه، طی میشه ولی با خستگی طی.